من اینجا دو خونه بود سود بسته دیدیم پاپاوان کردم وای من همینجا من نکردم. ابوبکر عزیزخوجاєв رهبر شرکت درونما برای رونق دادن کار شرکتش از یکی از بانک‌های تاجیکستان بر عوض گرو ماندن منزل زیستش $100,000 قرض گرفت. اما در این میان کار شرکت آمد نکرد و با همین یگانه منزل زیستش از دست رفت. او حالا در همین خانه که اکنون مال بانک به شمار می رود اجاره نشین است. ما $100,000 به ما دادن که ما اون $100,000 $48,000 علاقه پیشکی گرفت از دست من. کارمندی بانک نه. انا سروسما کرد خونه به نام دیگر کس کردیم ما همینجا 5 سال 10 سال زندگی میکردیم این 5 سالش گذشت 6 سال. بعد این کارهای دیگر شد معلوم شد یعنی که بعد معلوم شد که اون نفر چقدر منو فریب سخت دادگی هم انا. در این میان همسری عزیزخوجاєв از خوفی در کوچه نماندن به دادگاه مراجعت کرد تا قسمی از منزل به نام او گذرانیده شود. انا اویلم اومد که این خونه رو به نام ما بکن یعنی به من گردانده که در قد کوچه نمونم. سود مراجعت کرد سود اینا 1 سال و 1 ماه شد همین دوام دارد. بیش از همه میزان بلند قرض بانک و ناعدالتی در دادگاه عزیزخوجاєv را نگران کرده است و امید او روز به روز به برقرار کردن عدالت کمتر می شود. بانک حالا تلاش دارد با جمع کردن فائزها قرض $100,000 عزیزخوجاєv را به نرخ خانه‌اش یعنی $175,000 برابر کند. قصه تلخ از خانه به خانه شدن عزیزخوجاєv در تاجیکستان یگانه نیست و به این مانند صدها عائله بنابر سری وقت پرداخت نکردن قرضشان در نزد بانک ها از منزل هایشان محروم شدند. اما این وضع می تواند عوض شود اگر مقامات تاجیکستان طرحی را که بانک جهانی برای اصلاح ساحه بانکی آماده کرده است بپذیرد. این طرح از یک سو مشکل شرکت و کارخانه‌ها و افراد علاهیده را برای دریافت قرض‌های بانکی آسان می‌کند و از سوی دیگر ریسک به منزل ماندن قرضگیرندگان را کاهش می‌دهد. بسیاری آدمان به این مشکل دچار میشوند که بانک ها به جای قرض پرداخت نشده منزل و خانه های آدمان را میگیرند. ما باشد پیشنهاد داریم که برای تامین قرض نه تنها خانه و انشاءات بلکه اموال منقول نیز استفاده گردد. اما برای عملی کردن این اصلاحات به گفته مسئولان بانک جهانی تاجیکستان را ضرور است که به 8 قانون تغییرات و علاوه ها وارد کند. شرط اصلی این اصلاحات همچنین تشکیل یک پایگاه ویژه است که در آن کل اموال در گرو گذاشته شده درج گردد تا که یک اموال در چند بانک به گرو گذاشته نشود. 80% تغییر و علاوه ها باید به قانون درباره گرو اموال منقول و کودکس گرجدنی وارد کرده شود. اینها اساساً 2 قانون اساسی هستند که به اصلاحات نیاز دارند. Учреждениями, другими кредитными учреждениями в качестве обеспечения. То есть банки даже не рассматривают в принципе возможность использования. با تاکید سلطانوف بانک جهانی عین چنین اصلاحات را در چین راه اندازی کرد و تحلیل ها حاکی است که پس از آن هم میزان بهره قرض های بانکی پایین رفت و هم شماره قرضگیرندگان بیشتر شدند.